دوستان حالتون چطوره؟ ما آمدیم با یه آموزش دیگر. امروز میخوایم به شما یاد بدهیم که چجوری اکانت کلش آف کلنزتون رو روی ایمیلتان سیو کنید. ما اول به یه فیلتر شکن قوی نیاز داریم. خب وصل شد. میریم داخل بازی. خب اینجا ما وارد تنظیمات میشیم. این گزینه متصل میزنیم. این گزینه برای اکانت هایی که سیو کردین. مثلا من الان 4 تا اکانت دارم. این اکانت میرم رو اون اکانت. بعد اگر اکانت یه بازی، الان من یه اکانت دارم، یه اکانت دیگه میسازم. بعد بیاین اینجا بزنید روی اکانت، اون اکانت میپره. بعد اون اکانت رو سیو کنید، بعد بزنید روی اینجا. اگه این کار انجام بدین اکانت میپره. بعد میزنیم متصل شدن، چرخنده رو میزنیم، خروج زدن رو میزنیم، تایید، جا این گزینه رو میزنیم. خب دوستان، من اینجا رو یه لحظه استوپش میکنم. بعد اینجا میارمش بالا. اینجا طول میکشه اینجاش. دوستان اینجا که من یه دقیقه استوب کردم، کار زیادی نداشت. اینجا خودش میگه چیکار کن، چجوری اینا رو بیار اینجا. اینجاش لازم به توضیح نبوده استوبش کردم، ولی طول میکشه. خب حالا ما وارد چرخنده میشویم. اینجا اتصال قطع شد و میزنیم. اینجا میزنیم ثبت شناسه. ورود به شناسه نه، یعنی ورود به شناسه یعنی یه اکانت دارید روی ایمیلتون سیو شده، ایمیلتون رو میزنید، یه کد میاد روی ایمیلتون میزنید میاد اینجا. بعد ثبت شناسه یه ایمیل برید به اونجا، یه کد میاد روی ایمیلتون که اکانتتون که الان رو کلش آف کلنز هست سیو شه. حالا میزنیم ثبت شناسه، ادامه، یه ایمیل میزنیم اینجا، ایمیل رو میزنیم، ثبت نام، یه کد میاد الان روی ایمیل. خب میریم داخل ایمیل، جیمیل. اینجا میگه امکان ثبت برای این نیست، چون که حواسم نبود. روی ایمیل قبلا یه اکانت داشتم، حواسم نبود. ثبت شناسه رو از اول میزنیم. اینجا میزنیم یه ایمیل دیگه میزنیم. رو ایمیل هم یه اکانت سیو شده داشتم، اینو میزنیم، ثبت نام میزنیم. میگه الان یه کد روی جیمیلتون میاد، این داخل جیمیل. خب 468 477 477 درست باشه. درست نیست بچه رو، درست نیستی. 480 چند بود؟ 400 اشتباه زدم اینجا پاک. 468 بود، 477. خب اینجا ارسال میزنیم، ثبت میکنیم، قبول رو میزنیم. اینجا میگه یه اسم انتخاب کن. من همینجوری اسم الکی گذاشته. اینجا میگه یه پس زمینه انتخاب کن که انتخاب میکنیم. خب اینجا سیو میشه. امیدوارم از این ویدیو ما خوشتون بیاد. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.